نظریه خوک چیست؟ نظریه خوک به طور خلاصه این است: حاکمی ستمگر دستور داد شهروندی را بدون هیچ دلیلی بازداشت و در سلولی انفرادی به مساحت بسیار کوچکی زندانی کنند. شهروند عصبانی شد و مدام در سلول قدم میزد و درب را با لگد میکوبید و فریاد میزد: من بیگناهم! چرا مرا بازداشت و زندانی کرده اید؟ بعد چون جسارت کرد و بلند فریاد میزد و میگفت: من بیگناهم! و سر و صدا میکرد، مدتی بعد دستور دادند او را به سلولی به مساحت کوچکتری منتقل کنند. او دوباره شروع به فریاد زدن کرد. این بار فریادهایش تغییر کرده بود. این بار نگفت من بیگناهم، بلکه گفت: ظلم است که مرا در سلولی کوچک زندانی کنید که حتی نمیتوانم دراز بکشم. فریادهای دوباره شهروند زندانبانش را آزار داد. پس از مدتی زندانبان دستور داد 9 زندانی دیگر را هم به همان سلول منتقل کنند. شرایط بسیار بد بود. حالا دیگر حتی قادر نبودند روی زمین بنشینند و چون شرایط برای زندانیان غیر قابل تحمل شده بود، آن 10 نفر زندانی مجدداً با سر و صدا و فریاد، البته کمی آرامتر، اعتراض خودشان را ابراز کردند و میگفتند: این شرایط غیر قابل قبول است. 10 نفر در یک سلول بسیار کوچک عادلانه نیست. چطور 10 نفر را در چنین سلول جای داده اید؟ اینطوری خفه میشویم و میمیریم. لطفاً فکری به حال ما کنید، حداقل نیمی از ما را به سلول دیگری منتقل کنید. اما زندانبان که از سر و صدایشان بسیار عصبانی شده بود، دستور داد تا یک خوک را به سلول آنها بیاندازند و بگذارند بینشان زندگی کند. آن بیچاره ها دیوانه‌وار فریاد زدند و گفتند: چطور با این حیوان کثیف در یک سلول زندگی کنیم؟ ظاهرش مشمئز کننده است و بوی فضولاتش که همه جا را پر کرده دارد ما را میکشد. لطفاً فقط همین خوک را از سلول ما بیرون ببرید. پس از مدتی حاکم به زندانبان دستور داد خوک را بیرون بیاورند و سلول را برای آنها تمیز کنند. حالا دیگر از زندانیان نه فریادی، نه سر و صدایی و نه اعتراضی شنیده نمیشد. چند روز بعد حاکم به دیدن آنها رفت و از حالشان پرسید. آنها گفتند: الحمدلله، همه مشکلاتمون حل شده. این گونه بود که مسئله اصلی فقط به درخواست بیرون بردن خوک از زندان تقلیل یافت و مسئله مساحت سلول فراموش شد و مسئله قبل از آن تا اینکه حتی مسئله اصلی و مهم و اولیه، یعنی زندانی شدن بیگناهان شهروندان، کاملا فراموش شده بود. دیگر هیچ کس آن را به خاطر نیاورد، حتی من و شما شنونده این مطلب.